رفقا چطورید؟ من آپتین لیتن هستم و به ویدیو چنل من خوش اومدید. بچه‌ها ویدیو قبل خیلی خوب شد، حتما برید نگاه کنید. زدم قشنگ چی و چه میدونم چجوری و اینا. خلاصه این هم گذاشتم. بچه اون یکی هم که میبینید بالاه، من فکرم رکورده، یه نفر پرو هم زدم، یکیشم انار بلک زد، یکیشم من زدم. بعد بچه من چند تا کار تو راه، مثلا دوئل من و انار بلک، چه میدونم، خلاصه خیلی ها. حالا کاور این خیلی قشنگه. بچه اینجوری نمیاد، میگم پا نمیخوره بهش، میرم عقب، اگه 117 رو میکشم، کیلوزی میکنم. ولی کیلوزی که نیست، ولی خب میزنیمشون، میزنش آقا امیر، میزنتش آقا امیر پرو بشه. من فکر اودنش متیکه، بعد دیدن نه آرتیکش، چون متیکه اونطوری نشون میده. خلاصه یه ویدیو دیگه هم هست، همین ویدیوه نمیدونم، بعد خیلی دقت کنم آخرش، یا آخر این ویدیو، آخر اون ویدیو که داره تو راهه داره میاد، اصلا یه بریز به پاشی بودا. حالا این ویدیو هم خیلی سم اینجا آقا امیر این چیز من رو برمیداره، یکی 117 رو من گفتم بده داد. بچه من HS لجند اصلا بازی میکنم ستون. چطوری؟ انگار امینی فنو اومده تو خوابم، روحمو گرفته والا. اصلا آخرشم حتما نگاه کنی، یه تک به 4 میزنم. اصلا خود انار بلک هم نتونست بزنه. البته خب اون نامردی بود، ولی من دارم شوخی میکنم. میدونم این ویدیو رو داره میبینه، آقا همین کامنت هم میذاره دیگه. حله شما هم کامنت بذارید، لایک هم بکنید. و بریم سراغ ویدیو. یکم بریم. من عاشق این یخان، هر وقت میرم روش من یه سوری بخورم، خیلی حال میده. بعد اینجا به دنبال انمی، ببینیم کی کجاست. همینطور میریم باز خودمون دیگه. بچه راستی کارهای خیلی زیادی تو راهه، مثلا دوئل با امیر که گفتم، مثلا کاورای جدید دارم میزنم، چی میگم بهش، تامنیل هم این چیزی، نمیدونم اشتباه میگم یا نه، ولی خب یه چند تا کاور ماور دارم میزنم. نابی بچه اینجا نگاه کن، امیر حسین چیز انار بلک چقدر کیلوزه، اصلا خود کیلوز. بعد میگه بیا اینو بزن، میگم چی رو بزنم، من پرو میخواستم. میگه حالا آخرش من میمیرم، شروع میکنم، ولی خب میگه دانشگاه شما لوتشی کن. بچه من اکانتم حالا اون در اون حد خوب نیست که گام متیک چه میدونم همین چی داشته باشم، در حدی که فقط بتونم این ویدیو بذارم. شما هم حمایت کنید. تقریبا هر اوی جان چه وانشاتی میکنه این بازیکن، تقریبا هر 1000 تا ویو که میخوره ویدیوها $2 میده یوتیوب، و واقعا دیده نمیشه. بعد چقدر چیز بذارم، چقدر ویدیو بذارم تا برسم. شما نگاه کنش کن. خب اینجا کم نگاه کن. این گفتیم بات باشه. بچه نگاه کن چقدر بد میس میدم، ولی عجب دوزنه که با یه تیر میخوابونه. میس کم میدم، ولی اگر میدم خیلی جایی بد، مثلا رو به باتا، مثلا اگه بات میخواد منو بزنه، حالا دو سه تا میس میدم، ولی تو پرو 3-4 تا میس میدم، ولی خب سعی میکنم وانشاتش کنم با سوم میس. خودی چی میگفتم. خب بچه من کلاسم عوض کردم، عشق و حال به راهه، یعنی شاید 5 ثانیه قبل یکی از بهترین کلاس ها باشه. من اینو واقعا با تموم وجود میگم، بردارید، خیلی کلاس خفنیه. میگم تیراندازی میکنه آقا آپتین پرو بشه. چرا همراه بچه این خونه خیلی مقدسه. من اول حالا گفتم صدا نمیدونم، من بستم صدا رو. اینجا خیلی مقدسه. اونجا یه نفر تو مپ بودش، مستر علی چی بود یادم نمیاد. اونجا وای فکر کنم امیر بمیره، بهش گفتم آقا نرو راش بده، راش نده،
حالا مگه گوش میکنه. میریم جلو، امیر دام میشه. اینجا من میبینم کیان فکر میکنم چقدر اصلا 2 نفرن، در صورتی فکر میکردم انقدر که دیدم 4 نفر. بعد میرم باترم گفته باشه ولش کن نزنم اون بره جلو اون باتا رو بزنه. آقا میایین گفتم این خونم مقدس ها، نهزی مقدسی خونه گرفت. اینجا من خیلی دمج بچه گفتم این که 117 این باز داشته باشه در رو میبندم. یعنی بچه من خط میگیرم تا بیاد بالا پدر سگ. بچه آرمورتون همیشه حواستون باشه، فقط آرمور رو بزن. بچه سگ فکر کنه، آره سگ انداخته، سگاشو خط گرفته اومد بالا بزنمش. ببین خلافی ناکو سگش انداخت. آقا سگ چه کلاس بدیه. من یه مچ بود میخواستم ادامه بیاره، سگاش اومد 2 تا سگاشو فکر کنم با هم کشم. خودش اومد. فقط عقل آقابتین رو ناکو میگی پا خوبی داداش، خوبی میگی پسر کالاف باشه آقابتین. خب نگاه کنیم هنوز قدیم آرمورمون رو فول میکنیم. امفورش رو خواستم بردم میدم خیلی داره دیگه نارنجک میندازه. اخ یه جا خیلی بد دمیج داد. گفتم ببرم تو این اتاق کمپ کنم، یادم گسته اینجاست. گفتم آقا گسته ولی برام یه شعر بگی. گفت الان میام بالا یه شعر میگم. گفتم بیا بالا ببینم چه شعری میگی. دوباره یه دونه دیگه انداخت. من اومدم پوش اینطوری بزنم دیدم دمیجم داره نموده میشه. قشنگ اینجا اومدم پشت. گفتم آرمورمو فعلا فول نکنم چون بغل منه. بعد گفتم بذار فول کنم. یعنی من مولم خیلی خوبه قشنگ میگم هی نمیگم. اینجا منتظریم یکیشون هم اینجاست. این دانه ناکن مستر علی باشه. مستر علی که دام میکنیم حس میکنم پشت داره میاد که دم نه الان تک به 2 درسته دیگه. من تک اونو 2 دیدم یه نفر اینجا گفتم اکی 117 اینبایت داشته باشه. یکیشون مونده، این یکیشون هم میگم تنها. اوف آقا لایکو بکوب، کامنت هم یاد نره، وین کردم براتون. خلاصه اشغال به راه دیگه. بای.